سلام درود خدمت شما یاوران عزیز. امیدوارم که جور صد سلامت و عافیت باشین. وقتان بخیر. خوب دوستای محترم، می رویم سر اصل مطلب خود. این بار موضوعی را که برای شما انتخاب کردیم موضوع سبک مقاره ها است. سبک مقاره ها. قبل از اینکه سر موضوع خود بپردازیم، در قدم اول یک چند کلمه میگویم درباره تمام از این کارهایی که وجود داره. فعلا مختصرا برای شما تشریح خواهم داد. خلاصه به خاطر که آشنایی با کارها کم داشته باشین. بعدا می رویم آهسته آهسته استیپ به استیپ میریم باز با جزئیات کامل برای شما شرح خواهم داد. خوب، فعلا سر موضوع خود که داریم سبک مقاره هاست میپردازیم. وقتی که ما از مقاره یاد میکنیم و یا به زبان میاریم، همه ما به یاد سبک زندگی سکونت میافتیم. همه مردم، همه ما معمولا سبک مقاره نشینی زندگی همه قبل از اسلام، قبل از دور اسلام، حتی تا فعل حال هم وجود داره در بعض مناطق ولایت که از جمله ولایت بامیان و غیره می باشد که فعلا به همان روش سبک قدیم یا فعلا هم سکونت می کند. این مقاره ها چرا مهم است؟ چرا مهمتر است در این کار؟ بالخصوص در این مسلک باستان. چی خوبی های را داره، چی بدی های خود داره در کارهایش. خب می آییم در قدم اول می پردازیم سر از که مقاره ها با چندین سبک مختلف تقسیم بندی شده که از یک عده‌اش به خاطر سکونت همان زندگی استفاده میکردن. معلوم دار است به خاطر سکونت و زندگی. بعضی ها طبیعی است، بعضی ها دستی که با دست خود انسان درست شده که شاهد دیدار هستیم همه ما که در شرایط فعلی هم در آنجا سکونت داره. خوب دوستان عزیز، از موضوع خود دور نشیم. سبک مقاره به 3 دسته تقسیم میشه در کارهای باستانی. به 3 کاتگوری تقسیم بندی میشه. در بین این 3 کاتگوری کدام از این با ارزش است، کدامش بی ارزش مهمتر است. دسته اول را که داریم، دسته اول ما کاملا طبیعی می باشد. یعنی که از وقتی که زمانی که دنیا آفریده شده که الله سبحانه و تعالی کائنات را، دنیا را خلقت کرده، به همان شیوه پیدایش شده یک سبک دومی که از یک گزینه رو برای شما گفتم. حالا سبک دومی رو برای شما شرح میدم. سبک دومی که از دو کار است، یعنی که هم طبیعی و هم کار دست انسان درش تداخل داره. هم طبیعی و هم کار دست انسان. سومی گزینش که همه شما میدونید، سومی گزینه کاملا دستی می باشد که یعنی انسان آمده او را با دست کندن
افکار خود، با دیزاین افکار خود به چی شکل. یعنی که سبک دستی. ما 3 سبک را داشتیم، گفتیم طبیعی، نیمه طبیعی که تداخل کار دست انسان هم است و دستی. در بین اینها کدامش مهمتر است؟ خب شرایط داره، نظر به شرایط. طبیعی که است دوستا، طبیعی ما سرش قدر فوکس نداریم. طبیعی بعضی افراد است تصاویر ارسال میکنه، در گروه تصاویر ارسال میکنه، دیواره ها را ببینید تراشه داره، جای قلم چکش است و یا خیر. سبک تراشه ها ما با چند سبک تراشه داریم؟ با 3 سبک. سبک تراشه ها را هم بر شما یادآوری میکنم، دمی قالب خوب است. با 3 سبک ما تراشه داریم که یکیش حالت افقی است، حالت افقی میآید، افقی. سبک بعدیش که است سبک دومی به حالت عمودی میآید، به حالت عمودی. و سبک سومی ازی به حالت ضرب در است، ضرب. افقی، عمودی، ضرب در. ای هم نظر به دوران ها سبکای کاری داره که یعنی که ما هرگاه در یک مغاره رفتیم، در قدم اول دنبال چی باشیم؟ دنبال تراشه ها باشیم که آیا این طبیعی است و یا کار دست انسان است. یک سبک مغاره ها مغلق ترین سبک در کار باستان است که بالخصوص در همین دفینه مغلق ترین سبک همین است که با رمز راز پیچیده داره، رمز راز پوشاندش. کدام های از این بهتر است؟ طبیعی مثلا ای احیانا ای استثناست. مثلا یک مغاره است، سبک مغاره طبیعی است. یک فرد تاجر است بیچاره، ایره دوست ها رهزن ها تعقیب افتیده، تعقیب میکنه، میخواهد همون دارایی را که پیش است به غارت بگیریش، دزدی کند. خلاصی مطلب می آید از موقعیت سوء استفاده میکند از موقعیت. بعضی بالعموما افراد کشته، اما استثناءً که ما برات که گفتم برای شما دوستا، استثناءً ای از همان لحظه استفاده میکنه، چیزی که درایی داره مندازه و خودش فرار میکنه. این در قاعده استثناء است که طبیعی بنابر استثناء است. سبک دومی ما خوبتر است، کم تداخل کار دست انسان است و هم طبیعی. این حالتهای از اینها هم فرق میکنه. اینجا خلاصه نمیشه، گپ ما خلاصه نمیشه که هر حالت از زیرا برای شما شرح میدهم دوستان. تمام حالتهای از زیرا با جزئیات مکمل در شرایط مختلف که علائم میآید برای زود ایجاد میکند که در این کارها سبک مذهبی میآید، کارهای دولتی میآید و سکونتگاه هم میآید. سکونتگاه بیشتر است. سبکای کار دولتی شاهی هم آمده که مهمترش همین سبک است که تراشه سبک دست انسان است که او کم پیچیده تر است، رمز راز داره. ما فعلا درباره سبک مغاره بر شما نظر دارم که بچین چند